السلام علیکم تماشاگران گرامی قدر. امروز ما درباره گراماتیک زبان انگلیسی کمتر صحبت میکنیم. نامناسب مربی ضیاءالدین. امروز باشد ما درباره پرسونال پرونانس یعنی که جانشین‌های شخصی کم و بیش با شما صحبت میکنیم. جانشین‌های شخصی در زبان انگلیسی 7 هستند. آنها هستند خب I, you, we, they, he, she و اخیرا it. خب it جانشین‌های شخصی در زبان انگلیسی 7 هستند. I, you, we, they, he, she, it. I با زبان تاجیکی ترجمه می شود همچون شخصی یکم. شخص یکم چه خیلی که ما شما داریم این هست من. I می شود که من. خب و دوم می رویم you در زبان تاجیکی چه خیلی که ما شما داریم این هست هم تو و هم شما. یعنی که ما برای اگر با دوستانمون صحبت کنیم ما استفاده می‌بریم کلمه تو، ولی با کلان سولو یعنی که ما اگر وقتی کمتر با میکروفون که میزنیم ما در این حالت استفاده می‌بریم کلمه شما. در زبان انگلیسی ما کمتر آسان است، ما استفاده می‌بریم تنها کلمه you جواب می‌دهد هم با کلمه تو و هم با شما. یعنی که you میشود که تو و شما. خب میرویم به قسم دیگر. we I you we باشد در اینجا میشود همچون به زبان تاجیکی ترجمه میشود همچون ما. خب میشود که we رو ما در زبان انگلیسی میگوییم همچون first person plural form یعنی که شکلی جمع. we میشود که ما. we و زبانی تاجیکی ترجمه می شود همچون ما. خب می رویم به قسمی دیگر. they باشد می شود که third person plural یعنی که شخصی سیومی شکلی جمع می شود که آنها. خب یک بار تکرار میکنیم. یکم I می شود که من. دوم you می شود که تو و شما. سوم we با زبان تاجیکی ترجمه می شود همچون ما. چهارم باشد چهارم می شود که they می شود که آنها. خب اگر که ما و شما اینها را از خود کرده باشیم می رویم به قسم آخران. قسم آخران هست he she it. خب he she it اینا را ما در زبان انگلیسی همچون میگیم که شخصی سیومی تنها یعنی که یک نفر. برای مردان وقتی که ما با اون مرد مناسبت میکنیم ما he کلمه he رو استفاده میبریم می شود که he او مرد. خب او گفتم ما مرد رو یعنی که پسر مرد و غیره رو یعنی که در نظر داریم. خب هی می شود که او. شی باشد در همین حالت ما میتونیم بگیم که هی اگر که باشد او مرد، شی می شود که او زن یعنی که او دختر. او دختر اگر برای شما خودی کم بیش برای شما آسان‌تر شود ما در این حالت استفاده می‌بریم که یعنی که نمودهای زبان روسیه شون هی می شود آن، شی می شود آنا یعنی که هی او مرد، شی او دختر. خب و اخیران it هست. it رو ما استفاده می‌بریم همچون در زبان تاجیکی ما استفاده برده می‌توانیم همچون این. و وقتی که ما این رو استفاده می‌بریم این ترجمه می شود یعنی که ما این رو برای اشیاء استفاده می‌بریم. برای همین در اینجا اشیاء می‌نویسم برای شما کم بیش آسان‌تر گردد. خب اکنون یک بار تکرار میکنیم. اینجا ما گذاشتیم امروز ما درباره پرسونال پرونانس صحبت کردیم یعنی که جانشین‌های شخصی. جانشین‌های شخصی هستند در زبان انگلیسی 7 تا. از سر بکنیم از کلمه I ترجمه میشود به زبان تاجیکی همچون من. این هست شخصی یکم یعنی که شخصی یکمی تنها. خب you میشود که تو و شما. we ما. they آنها. he او یعنی که او مرد. she او یعنی که او دختر. و آخران باشد می شود که it این ترجمهش می شود همچون این یا این که
در ایت رو ما ایت گفتم ما اشیا رو در نظر داریم.